بچه ها دارن تمرین میکنن قبل تورنمنت. علی در مقابل پویا کلوز. علی قشنگ زد، عالی. دوباره علی یه پیکریز شد، عالی. خب انگار شانس با پویا یار نیست. پویا یه چاد میزنه با یه پیکریز، ولی پویا این میگیره میزنه. خب دوباره فایتشونه. علی عالی زد بچه، این قشنگ زد دوستش. خب دوباره پویا داره پیک میده، پویا دمیج میکنه، وسط ریلود زدش، عالی. تو چرا تیرات تموم نمیشه پویا؟ پیکریز پویا، دوباره ادشات، عالی پویا. یعنی حال کردم با این کیلو. خب الکی که بهش نمیگم پویا کلوز. وای پویا، دوباره پویا جامپ زد، ادشات زد. پشمام پویا، چه میکنی؟ عالی پویا، واقعا عالی. اینجا پویا دمیج میکنه، میره راش. چه رفلکسی زد بابا، دست عالی. پویا دوباره دمیج میده، میره کلوز. نه علی میخوابه، میگه بیا بخورش. خب بر جلوتر. خب پویا داره فایت میده با علی تاز دمیجش پر شد. جفت بازیکن ها دمیج. پویا پیک میده، وای از زیر چی زد. چه فایتیه، چه تورنمنتی بشه امشب. پویا پیکریز، هدشات، عالی پسر، واقعا عالی. پویا دوباره دمیج میکنه، برم اسپکت علی. از لای جعبه چجوری آخه، چجوری به ذهنتون میرسه؟ اسپکت علی. پویا چه پیکایی میده، وای پویا پشتکابه خوردی، عالی علی. خب دوباره علی پیک بالا، پیک راست، شاد، عالی پسر، واقعا حال کردم. 45 ثانیه مونده، 14-13 به نفع پویا. نمیتونن عقب بکشن، دارن فایت میدن. پویا دمیج، علی هم دمیج. یه جامپ و علی کارو جمع میکن. 14 مساوی. 29 ثانیه مساویه، ببینیم کی میبره. وای پویا چی زدی طرف بد. خب همچنان پویا بی خیال بشون نیست، جام میزن، دمیج میده. 8 ثانیه 6 ثانیه. با چه دمیج پویا زده، ادشات زد، بازی تموم.